مشاهده شده که یک مدیری به دلایلی از یک شرکتی خواسته خارج بشه از هیئت مدیره یا مدیر عاملی و اومده در قالب مکاتبه عادی استعفای خودش رو اعلام کرده. اما باید توجه داشته باشید با توجه به این که اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در روزنامه منتشر میشه و با اعلام مکاتبه عادی مسئولیت از روی دوش شما برداشته نمیشه، چرا که اداره ثبت شرکت ها، بانک ها، اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی هنوز مدیران رو اون افرادی میشناسن که در روزنامه اسمشون هست. در نتیجه اگر به عنوان مدیری خواستید از یک شرکت خارج بشید، حتما در قالب اظهارنامه رسمی استعفای خودتون رو به شرکت و مدیران، اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک ها اعلام کنید. اثری که این اظهارنامه رسمی داره اینه که به محض اینکه به شرکت استعفای شما به صورت رسمی اعلام میشه، نصاب هیئت مدیره در شرکت کم میشه و وقتی که نصاب هیئت مدیره در شرکت تعدادش کم بشه، هیئت مدیره‌ای که در شرکت و اون مدیرانی که در شرکت هستند تکلیف قانونی دارند که مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده رو دعوت بکنند و یک مدیر جدید به جای مدیر که استعفا داده معرفی بکنند و اگر این کار انجام ندهند، بعد از مدتی مدیری که استعفا داده حتی میتونه دادخواست انحلال شرکت رو در دادگاه مطرح بکنه که البته یک سری شرایط داره و یک مدت زمانی باید بگذره. و حتما توجه داشته باشید که رسما استعفای خودتون رو مطرح بکنید تا تبعات مسئولیت هیئت مدیره از رو دوشتون برداشته بشه. حتما این یادداشتی رو که در این خصوص تهیه شده مطالعه بکنید. ممنونم ازتون که وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون.